ما اگر بفهمیم معامله ما با کیه، و کان الله شاکرا علیما، الله ذات قدردانه، و کان سعیهم مشکورا. یا الله، الله تعالی به مؤمنینی که فکر آخرت دارن، فکر لقای الله، فکر جنت دارن، نمیگه و کان سعیهم مأجورا، سعی اونها مأجوره، نخیر، سعی اونها مشکوره. یکی اینه که الله اجر بده، یکی اینه که الله قدردانی کنه. الله تعالی به مؤمنینی که فکر آخرت دارن، برای لقای الله، برای دیدار الله خودشونو وقف کردن، برای این الله تعالی نمیگه من به اینا مزد میدم مثل یک کارگر. الله تعالی میگه من به اینها از اینا قدردانی میکنم. یا الله، یه عده باشن برای یک پادشاه کار کنن، پادشاه بگه به این مزد تو، 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 به یکی بگه تو این طرف واستا، من از تو قدردانی میکنم. اون چقدر غم تو دلش آب میشه که پادشاه گفته از تو قدردانی میکنم. الله مزد نمیده به دوستان خودش، الله تعالی مزد نمیده به دلدادگان خودش، الله تعالی از اونا قدردانی میکنه. برابر تلاش اونا الله به اونا نمیده، برابر خدایی خودش به اونا میده. و اگر ما بدونیم الله تعالی چه معامله میکنه، والله یک جان نه 100 جان رو هم بدونیم که پلک به هم بزنیم و احساس کنیم بدیم یا ندیم، میدیم. ولی ما متاسفانه